خدمت عرض کنم که پالایشگاه آبادان در مسیری که در پیش گرفته طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برنامه‌های مختلفی رو در زمینه کیفی سازی محصولات خودش در پیش گرفته و بعد از گذر افزایش ظرفیتی که امسال به 500,000 بشکه در روز رسیدیم، مسئله کیفی سازی محصولات ما به عنوان اولویت اول در پیش رومون قرار داره. انشالله طی 2 هفته آینده ما واحد هایدروکراکی که تولید کننده نفت گاز یورو 5 هست، همون گازوئیل یورو 5 انشالله افتتاح خواهد شد و راه اندازی این واحد رو انشالله در عید سعید قدیر شاهد خواهیم بود. در کنار اون و با توجه به ردیف بودجه سال 1403 که برای این امر اختصاص پیدا کرده، امیدواریم که بخش اجرایی بخش دوم فاز 2 رو هم با حضور وزیر محترم نفت شروع بکنیم. این پروژه بزرگ که حدود 2 میلیارد دلار ارزش داره قراره در فرصت 42 ماهه انجام بشه. امیدواریم که با فعالیت عزیزان ما در بخش‌های مختلف بتونیم این زمان رو به 36 ماه هم تقلیل بدیم و انشالله در 3 سال آینده این پروژه با ارزش رو به مرحله بهره‌برداری برسونیم. 2 تا پروژه داشتید که فاز 4 پالایشگاه بود اگه اشتباه نکنم، یکی هم فاز 2 از 2 پالایشگاه بودن. این دو تا رو میشه توضیح بدید چی هستن و چه مقدار درصد پیشرفت داشتن؟ بله. همونطور که میدونید فاز 2 پالایشگاه آبادان به 2 بخش تقسیم شده بود. بخش اول اون با هزینه 1.2 میلیارد دلار اجرایی شد و به حمدالله شکر این مهمترین واحدش در سال 401 به مرحله بهره‌برداری رسید و هایدروکراکی که خدمتتون عرض کردم آخرین واحد از این بخش خواهد بود که با راه اندازی این واحد بخش اول به اتمام میرسه. در ادامه اون واحدهایی که ارزش افزوده بیشتری دارن و در واقع با تولید بنزین و نفت گاز به اصطلاح با استانداردهای بالا و یورو 4 و یورو 5 هستن، انشاءالله در بخش دوم فاز 2 به بهره‌برداری خواهند رسید که همونطور که خدمتتون عرض کردم با هزینه 2 میلیارد دلار و در 3 سال آینده این واحدها به بهره‌برداری خواهند رسید. فاز 4 که در ادامه فازهای تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان هست، انشالله با اتمام بخش مطالعات پایه‌ای اون به مرحله ثبت و تاییدیه گرفتن رسیده که انشالله در ماه آینده ما این مراحل رو شروع خواهیم کرد با اخذ مجوزهای لازم. امیدواریم که از سال آینده این طرح بزرگ که ارزش اون بین 3.5 تا 4 میلیارد دلار هست رقم بخوره و شاهد این باشیم که محصولات پالایشگاه آبادان به صورت کلی جزء محصولات یورو و استانداردهای روز جهانی تبدیل بشن. در این طرح مهم میزان باقی مونده به اصطلاح برج‌های ما یا همون نفت کوره ما به زیر 10% خواهد رسید و کیفیت اونها هم کیفیت تمام محصولات تولید پالایشگاه هم به سطح استانداردهای داخلی و بین‌المللی خواهد رسید.